غزنوی ثبت نشد چرا؟ اما بازش خوبیایش بیشتر بود. منتهی بستگی داشت که در زمان ما در پاکستان بودیم اینمی روینگ بر ما آماده بود. یعنی ما به عنوان ارزی که در یک جای می رفتیم و به عنوان تفریح از استفاده میکنیم اینمی امکانات روینگ در اینجا آماده بود که واقعیت اگر اجازه شما باشه من کمک معلومات راجع به خود روینگ میشه. روینگ یکی از بازی‌های المپیک است که فدراسیون خاص جهانی داره که یکی از قدیمی‌ترین فدراسیون‌های یعنی قدیمی‌ترین فدراسیون در جهان که تشکیل شد فدراسیون‌های به نام فیسا میگن مثل فیفا برای فوتبال و میگن فیسا برای روینگ و قایقرانی میگن باشه که کلمه از مخفف فرانسوی گرفته شده که فاندیشن دس سوسایتی اویرون یعنی به انگلیسی اگر رو بگیم یعنی فدراسیون بین‌المللی قایقرانی و این یکی از بازی‌های المپیک است که اشکال مختلف دارد. خود همین روینگ باز اشکال مختلف دارد. خود بازی روینگ هست از که قایق‌های بسیار نازک و باریک که داره که از طول 6 متر شروع الا تا 16 متر اینا هم درازی داره که با شکل یک نفری، دو نفری، 4 نفری و 8 نفری داری بازی میکنه. و اینا شکلی است که شما در مسافه 2000 متری در مسابقات که صورت میگه شکل استانداردش است که در پلوی هم با وزن‌های مختلفی که در اینجا وجود داره، وزن‌های سنگین سبک در اینجا یک نفر یا هر تعدادی که باشه مسابقات که معمولا همگی چیزی بازی میشه. شما مسافه 2000 متری را باید طی کنید که فعلا ریکورد جهانی در مسافه را که باید طی میکنن در مدت زمان 6 دقیقه و 30 چند ثانیه است که ریکورد جهانی است. یکی از بازی‌های المپیک است و یک اصطلاح داره در انگلیسی میگن به نام توتال بادی ورکینگ، یعنی به این معنی که شما وقتی روینگ میکنین تمام وجودتان کار میکنه. از این خاطر در اقلیت قرار داره ولی مورد توجه بسیار زیاد قرار داره. اولین دفعه در بین خود لندن و دریای لندن که است بین چلسی و لیورپول اینجا کشتی‌ها به شکل تاکسی کار می‌کردن مسافربری و آهسته آهسته یعنی در سال 1715 میلادی اینجا به اصطلاح بین خود یک مسابقه همین مثل تاکسی کار می‌کردن و از اینجا این مفکوره برای اینا پیدا شد که ایران میشه که یک مسابقات کشتی داشته باشن که باز بعداً در سال 1843 زمانی بود که یعنی به شکل رسمی یک دانه کلب جور شد بین اینا و باز در کالج از این جور کردن در امریکا و که سالانه هر سال این مسابقات بین کالج ها صورت میگیره و فعلا روینگ یکی از پرطرفدارترین مسابقات ورزش ها است که در جهان وجود داره و ما هم با کمک کمیته ملی المپیک که تا به حال حمایتشان داشتیم ولی خواهش میکنیم کمی عملی‌تر حمایتشان داشته باشیم و حالا هم که با رهبری جدیدی که با کمیته ملی المپیک آمده که ما سابقه‌شان شاهد هستیم که قابل توصیف تعریف است که ما بتونیم این برنامه را گرچه رئیس فدراسیون بازی رویی ها اونا یعنی همیشه با ما همکار بودن و همیشه با ما همکار بودن اگر بتونیم که موضوع قرار امنی از پروژه شکلی از ما بزنیم برنامه را برای اولین بار در خلق استطاع کنیم و الان بندهای دیگه که ما در افغانستان داریم باید اولین قدم ما در اینجا انشاءالله خواهد بود که ما حوزه‌ای که در اینجا زندگی میکنیم مثل کشورهای ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان به خصوص ما میخوایم که از طریق همین ورزش همین کشورها با هم نزدیکتر شوند. یک هدف است که به اساس از این گویا میخوایم که وقتی میگن ورزش پای ما ورزش یعنی ما با واقعیت میره بتونیم در این تمثیل کنیم. زنده باشین و نگید آقای اشرف در صحبتاشون گفتن که کشتی که میباشه یا قایقی که میباشه یک نفر، دو نفر تا 8 گفتن. آیا این بازی تیمی هم از واسطه اونجا مثلا 8 نفر که از یک تیم میباشه تیم گونه است راجع به این میخوایم از شما بیشتر و زیادتر بشنویم. بله دو تشکیل از ورزش میتونن انفرادیان میتونن ورزش اجرا شون و هم میتونن به صورت 4 نفر، 5 نفر یا 8 نفر تیم به تیم بسته‌بندی میشه باز از اون مسابقه قابل گذاری میشه.
بعضی شما کدامش راحت است همی که یک گروه باشه تیم باشه 4 نفر و چند نفر باشن بردشان بیشتر است یا یکی یک نفر باشه چون یک نفر که می باشه فکر میکنم زیادتر کوشش میکنه که باید برنده باشه اما در تیم یک کم دل آدم جمع می باشه یک نفر که میبینن که زیاد میفهمن میگه برو اگر بردیم ما خونه هم ما برنده هستیم اگر باختیم غرق شدیم هم کلام های ولی معلوم دارد در تیم چند نفری تلاش ها زیادتر می باشه نسبت به یکی دیگه باز همون باعث موفقیتشان میشه که بتونن برنده شن. و حالا دستاوردهایی که شما فکر میکنم شما میخواین راجع به این موضوع خود معلومات بیشتر بدید اگر وقتان باشه چیز اضافه صحبت کنم این است که من ترجیح میتونم که چون من هم در تیمی ما 2 نفریش کار کردیم و معمولا ما 1 نفری کار کردیم و من ترجیح میتونم که بیشتر خودم باشم به خاطر از اینکه بازی زیاد تمرکز کار داره با وقت ما 8 نفر ما اونا رو آماده کنیم که به عین شکل حرکات برن ایج نمیگم که امکان نداره ولی زمان گیر است من خودم اگر تنها باشم باز من خودم تمرکزم کردم میتونم بسیار خوب و دلیلش همین بوده که من تونستم در تمام مسابقاتی که من در جای بودم من تونستم مدال بگیرم و دلیلش این بوده که چون نفر خودش میتونه میفهمه کدام مسافر را تعیین کنه کدام نوع مورد به حساب انگلیسی استروک میگن یعنی حمله بندازه و چقدر هوا پاره کنه تا یک مسافت بیشتر تعیین کنه. شما می از پاره کردن هوا یا گفتین حتما قوانینی داره میشه راجع به قوانینش بگین چی قوانینش هست؟ کاملا بازی‌های قایقرانی یعنی واقعیتش است که من نمیخوام اینجا صحبت از این داشته باشم که یعنی خدا نخواسته بگم که من تعریفش میکنم واقعیت هر کسی که برای یک بار اگر ورزش قایقرانی را بازی کنه بعداً دیگه او مثل یک علاقه خاص باش پیدا میشه و خود قایق کس در تابستان در زمانی که آب تابستان مهیا باشه و در زمستان در هر دو وقت بازی میشه به خاطر و در زمستان ما به شکل اندور داریم یا داخل ژیمنازیوم که ماشین‌هایشان هست که اونها ارگ ماشین میگن روی ازوس بازی میشه و شکلی است که خود قایق شکل پیشتر رو عرض کردم دراز باریک می باشه باز یک سیت متحرک داره در قسمت پیشروی پای شما بسته میشه و سیت متحرک با 2 دانه ما شما رو پالو میگیم باز که اگر به طرف سمت عقبی حرکت میکنه و این شما در زمانی که وقتی میخواین یه آب مندازین و یه کش میکنین که حرکت کنه کشتی درمون سیت متحرک کنه شما تحرک میکنید این باعث از این کشتی حرکت کنه و حتی تا کمک اگر آدم زیادتر سرش کار کنه تا 10 متر در هر دفعه که شما زیر میگین 10 متر شما میتونه حرکت بدید. بسیار خوب و شما گفتین که انشاءالله میخوایم در اینجا هم امکاناتی که برش لازم است همیشه باید مسائل ساخته باشن و از شما چه مدت را خواهد گرفت که ما هم بتانیم امی امکاناتش داشته باشیم و کسایی که شما گفتین یک ورزش خوب است طبعا شاید بسیاری از دوستان عزیز ما جامعه عزیز ما علاقه‌مندی به این پیدا کرده باشن که باید این رشته ورزشی تمرینات داشته باشن و زمینش برش مساعد شن. ما فکر میکنم که ما 10 سال است روی کار میکنیم ما تقریبا به این نتیجه رسیدیم و اویی است که فعلا ما از جامعه جهانی با می ارتباطاتی که ما برقرار کردیم تونستیم در تقریبا نزدیک به $1,00,000 آمریکایی ما تونستیم مواد جمع کنیم. البته این مواد شکلی بوده که همه به شکل توفه در ما در فعلا در فرانکفورت ژرمنی مواد جمع کردیم و یک کم مواد در عراق داریم که شامل کشتی و بعض وسایل دیگه که مربوط به این ورزش میشه. یک مشکلی که ما فعلا وجود داره این است که آوردن از اون تا اینجا تقریبا هزینه برمی‌داره که این در این قسمت ما توجه ریاست المپیک می‌خوایم ما هم کوشش می‌کنیم به خاطر از اینکه تامین از اینکه ما با شما صحبت می‌کنیم تمام مواردی که صورت گرفته شخصی بوده یعنی واقعا ما هم روابط شخصی بوده و در این مصارف دیگه هم کردیم ما از خود کردیم. خب المپیک شاید رو اندازه نتونه چیز نداشته باشه یا توانایی مالیش هم قدر بالا نباشه ولی در هر حدی که باشه بر ما حداقل اگر ما مواد بیاریم در اینجا شما ما میتونیم که در این بهار پیشروی شما شاید یک کلاب بسیار منظم در داخل افغانستان باشین و تمام دوستان در اینجا ما خوش اومدید میگیم همیشه و میتونن از این ورزش خوب استفاده کنن
و در کشورهای دیگه این نزدیک یک ورزش است، یک تجارت هم است. آرزو داریم که در اینجا همچنان هم امکاناتش و جوانای عزیز ما مساعد شود تا بتونن در این ورزش هم تمرینات داشته باشن. زنده باشین، سلامت باشین. جهان سپاس از حضورتان در برنامه امروزی. از شما هم تشکر. وقتتان خوش. دوستان میریم میبینیم که